سلام به همراهان عزیز دریچه اسرار و با تشکر از همراهی شما. با اینجا در هر ویدئو یک صفحه مهم از تاریخ را روایت می کنیم و امروز زندگی و تصمیمات این تروریست مخوف اسامه بن لادن را. پس با ما همراه باشید. اسامه بن محمد بن عواد بن لادن در تاریخ 10 مارچ 1957 در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، در خانواده ثروتمند و قدرتمند به دنیا آمد. او 17مین فرزند محمد بن لادن، بنیانگذار یکی از بزرگترین شرکت‌های ساختمانی در خاورمیانه بود. خانواده بن لادن رابطه نزدیکی با خاندان سلطنتی سعودی داشتند و به عنوان یک خانواده با نفوذ شناخته می شدند. این پیشینه خانوادگی نقش مهمی در شکل دهی مسیر زندگی اسامه ایفا کرد. اسامه در محیطی بزرگ شد که سنت‌های اسلامی و ارزش‌های قبیله‌ای با مدرنیته و تغییرات اقتصادی آمیخته شده بود. پدرش محمد بن لادن با وجود ثروت فراوان بر ارزش‌های سنتی تاکید داشت، اما زندگی اسامه در 10 سالگی با مرگ پدرش در یک سانحه هوایی تغییر کرد. با وجود این فقدان، سهم ارث قابل توجهی که از پدر به او رسید او را در مسیری قرار داد که می توانست نقش‌های بزرگتری در جهان ایفا کند. تحصیلات ابتدایی او در ریاض بود و بعدها در دانشگاه ملک عبدالعزیز جده تحصیلات خود را ادامه داد. او در رشته مدیریت تحصیل کرد، اما در کنار آن به علوم اسلامی و آموزه‌های دینی نیز علاقه خاصی داشت. در دهه 1970 اسامه تحت تاثیر آموزه‌های اسلامگرایانی چون سید قطب و روحانیون سلفی قرار گرفت. این تأثیرات او را به سمت نگرش افراطی و آرمانگرایانه سوق داد. همزمان با تحولات منطقه‌ای مانند انقلاب ایران در 1979 و اشغال افغانستان توسط شوروی، او به این باور رسید که جهان اسلام به رهبری نیاز دارد تا با قدرت‌های خارجی مقابله کند. در سال 1979 با آغاز جنگ شوروی در افغانستان، اسامه بن لادن تصمیم گرفت وارد میدان جهاد شود. او ابتدا با عنوان یک حامی مالی وارد صحنه شد و ثروت خود را برای حمایت از مجاهدین افغان به کار گرفت. به تدریج او به سازماندهی و تجهیز نیروها نیز پرداخت و شبکه‌ای از جنگجویان خارجی را به افغانستان آورد. در همین دوران او شبکه‌ای را پایه‌گذاری کرد که بعدها به نام القاعده شناخته شد. این شبکه ابتدا به عنوان یک پایگاه اطلاعاتی برای سازماندهی مجاهدین و انتقال نیروها فعالیت می‌کرد، اما در سالهای بعد به یک سازمان تروریستی جهانی تبدیل شد. پس از خروج شوروی از افغانستان در سال 1989 اسامه بن لادن به این نتیجه رسید که جنگ علیه قدرت‌های خارجی باید به سایر مناطق جهان گسترش یابد. او آمریکا و متحدان غربی اش را به عنوان دشمنان اصلی اسلام معرفی کرد. در دهه 1990 القاعده چندین عملیات تروریستی بزرگ انجام داد. 1. حملات سفارت‌های آمریکا در آفریقا 1998. در این حملات انفجارهایی در کنیا و تانزانیا منجر به کشته شدن بیش از 200 نفر و زخمی شدن هزاران نفر شد. 2. حمله به ناو USS کول در سال 2000. این حمله در بندر عدن یمن رخ داد و 17 سرباز آمریکایی کشته شدند. حملات 11 سپتامبر، نقطه عطف زندگی اسامه بن لادن. حادثه‌ای که نام اسامه بن لادن را در سراسر جهان جاودانه کرد، حملات 11 سپتامبر 2001 بود. این حملات شامل ربودن 4 هواپیمای مسافربری بود که به برج‌های مرکز تجارت جهانی و پنتاگون برخورد کردند. این حادثه بیش از 3000 کشته بر جای گذاشت و جهان را در شوکی عمیق فرو برد. اسامه در یک پیام ویدیویی مسئولیت این حملات را پذیرفت و آن را پاسخی به دخالت آمریکا در کشورهای اسلامی دانست. پس از حملات 11 سپتامبر،
آمریکا جنگ علیه تروریسم را آغاز کرد و عملیات‌های گسترده‌ای برای دستگیری اسامه بن لادن انجام داد. او ابتدا به افغانستان گریخت و سپس به مناطق مرزی پاکستان منتقل شد. در این دوران او در خفا زندگی می کرد و از طریق پیام‌های ویدیویی و صوتی و انتشار افکار خود ادامه می داد. در تاریخ 2 می 2011 نیروهای ویژه آمریکایی، نیروهای دریایی CLS در یک عملیات مخفیانه به مخفیگاه او در ابواباد پاکستان حمله کردند. این عملیات که به نام نیزه نپتون شناخته می شود با کشته شدن اسامه بن لادن پایان یافت. جسد او به صورت محرمانه در دریا دفن شد تا از ایجاد مزار یا مکانی برای تجمع هواداران او جلوگیری شود. اسامه بن لادن به عنوان یکی از بحث برانگیزترین شخصیت‌های تاریخ معاصر شناخته می شود. اقدامات او جنگ‌ها و درگیری‌های متعددی را در خاورمیانه و فراتر از آن ایجاد کرد. از یک سو او به عنوان نماد مبارزه با قدرت‌های غربی برای برخی افراد الهام بخش بود. از سوی دیگر او به عنوان مسبب درد و رنج بیشمار برای میلیون‌ها نفر شناخته می شود. زندگی اسامه بن لادن نشان دهنده پیچیدگی‌های تاریخ معاصر است. او شخصیتی بود که توانست ترکیب باورهای ایدئولوژیک، ثروت خانوادگی و شرایط سیاسی زمانه استفاده کند و به یکی از تأثیرگذارترین افراد جهان تبدیل شود. اما میراث او بیشتر به شکل ترور، خشونت و شکاف‌های عمیق میان فرهنگ‌ها و ملت‌ها باقی مانده است. و بدون شک او یک تروریست بیرحم بود که نه تنها غربی ها بلکه مسلمانان زیادی را به کام مرگ کشاند و تأثیر و اقدامات او و همراهان و همقطارانش تا امروز در زندگی مسلمانان و دست کم ملت رنج دیده ما دیده می شود. تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید و برای حمایت از ما ویدیو را لایک کرده و کانال دریچه اسرار را سابسکرایب کنید.